مطمئنا برای تو هم پیش اومده وقتی داری با هوش مصنوعی حرف میزنی جوابای درستی دریافت نمی‌کنی. دلیلش اینه که پرامپت درست بهش نمیدی. و اولین قسمت از دوره مهندسی پرامپت خوش اومدی. ما تو این دوره میخوایم با همدیگه یک سفری آغاز کنیم تا بتونیم راه حل ها و اون چالش هایی که نوشتن پرامپت داره با همدیگه یاد بگیریم، بتونیم مسائل واقعی رو با پرامپت های درست و تخصصی حلشون بکنیم. سلام، من امیرحسینم و تو این قسمت آموزشی میخوام با پایه‌ای ترین مبحث دوره پرامپت نویسی شما رو آشنا کنم. پرامپت یعنی چی؟ کلش رو همین اولش میگم. پرامپت یعنی پرسیدن یک سوال. فرض کنید شما میرین جلوی یک آبربانک، بدون اینکه کارتتون رو وارد آبربانک بکنین ازش بخواین که بهتون پول بده. پول میده؟ حتما نه. کارت رو وارد میکنین ولی رمز درست رو وارد نمیکنین. پول بهتون میده؟ نه. رمز رو درست وارد میکنین، روی گزینه پرداخت قبض میزنین ولی انتظار دارین که بهتون پول بده ولی پولی نمیده. تا زمانی که نرین جلوی دستگاه آبربانک، کارت رو درست وارد کنین، رمز رو درست وارد کنین، دکمه برداشت وجه رو بزنین و مقدارش رو بزنین، در صورتی که کارتتون اون موجودی داشته باشه و در صورتی که دستگاه اون مقدار پول نقد داشته باشه شما پولتون رو دریافت میکنین. در غیر این صورت چیزی جز خطا، ارور و جوابایی که به دردتون نمیخوره رو دریافت نخواهید کرد. ما میخوایم ببینیم که پرامپت یا اون دستوری که به هوش مصنوعی میدیم چه ویژگیهایی باید داشته باشه تا بتونیم واقعا اون پول رو ازش برداشت کنیم و اون خروجی که مد نظرمون هست رو بگیریم ازش. پرامپت باید شامل یک توضیح واضح از مسئله باشه. فکر کنید شما میرین جلوی آبربانک، یه سری دکمه‌های الکی رو میزنید. من واضح نمیگم که چی کار میخوام با اون بکنیم و چه خواسته‌ای واقعا از آبربانک دارم. ما باید قبل از اینکه شروع کنیم با یک مدل زبانی بزرگ صحبت کردن واضح توضیح بدیم که آقا مسئله ما چیه. من اومدم میخوام پول بردارم، من اومدم تا یک مشاور مالی ازت بگیرم، یک مسئله مالی رو باید حل کنم، من اومدم تا یک درخواست توی حوزه قانون ازت بپرسم، من اومدم تا برام یک متن ایمیل بنویسی، من اومدم ساختار اون وظایف تیم ما برام درست کنی. اونجاست که یک توضیح واضح از مسئله بهش میدیم. توی چه زمینه‌ای هست، چه محدودیت هایی داریم. مورد دوم که باید بهش خیلی اهمیت بدیم اینه که ما میخوایم توی حوزه مالی ازت سوال بپرسیم، ما میخوایم تو حوزه ایران ازت سوال بپرسیم، ما میخوایم تو حوزه ورزشی ازت سوال بپرسیم. اون زمینه رو باید بهش بگیم. زمینه چیزیه که من یک بازیکن تیم فوتبالم که توی رده مثلا نوجوانان داره یه سری کارهای انجام میده که این مشکل رو بهش خوردم. یعنی زمینه رو خیلی باید واضح بهش توضیح داد. سومین چیز درخواست مشخص و واضحه. من قوانین فوتبال مثلا نوجوانان رو نمیدونم، من قوانین مالیاتی کشور ایران رو نمیدونم، باید بهم بگی که درخواست مشخص و واضح چیه. من میخوام پول بردارم آقای آبربانک. حالا که اومدم دارم با یک مدل زبانی بزرگ، حالا چت جی پی تی، جمینای، آنتروپیک که ما همش رو توی هشت با هم دیگه داریم، چی میخوام؟ واقعا میخوام چی بهم بدی؟ من یک ایمیل میخوام، یک توضیح واضح از مسئله میدم که میخوام از یک مسئول عالی رتبه مثلا دعوت کنم بیاد توی شرکت من. توی چه زمینه‌ای؟ توی زمینه اکتشاف فرض کن یک معدنه. چه محدودیت‌هایی داریم؟ ما فقط میتونیم روزهای پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده میزبان ایشون باشیم. درخواست مشخص چیه؟ شما و تیم اجراییتون بیاین و از این معدن بازدید کنید. فرمت و قالب خروجی مشخص چیه؟ فرمتش اینه که نامه باید به صورت رسمی باشه، ایمیل باید به صورت رسمی باشه. خروجیش هم فقط توی 7 خط بنویس. اولش تقدیر و تشکر کن، آخرش هم خواهش کن. این پرامپت شما هر جوری که میخواین با مدل زبانی بزرگ صحبت کنین، این 4 مرحله رو توی هر سوالتون باید رعایت کنین. خب
اگه بخوایم به صورت کلی یک نقشه ذهنی توی ذهن شما شکل بدیم که از این به بعد وقتی میخواین با یک مدل زبانی بزرگ صحبت کنین، اول از این بالا شروع کنین. آقا محیط من چیه؟ من محیط برنامه‌نویسیه. من میخوام یک مسئله برنامه‌نویسی رو حل کنم. توی سرور یک مشکلی خوردیم. توی بخش منابع انسانی یک مشکلی خوردیم. توی بخش فروش یک مسئله داریم میخوایم حلش کنیم. قوانین چی هن؟ من توی یک روز میتونم مثلا 10 تا پرینتر سفارش بدم. قوانینی داریم که اونجا من بیشتر از 200 میلیون تومان اگر حسابم گردش کار بخوره این اتفاق برای مالیات من میفته. شرایط حل مسئله رو بهش بگیم. من نمیتونم برم بانک، من باید با مثلا موبایل بانک این کار رو انجام بدم. ابزارهام چی هن؟ من الان یک سرور دارم، من یک اتوبوس دارم که میتونم شما رو بیارم تا اینجا اگر میخوام یک ایمیل بنویسیم. قالب و فرمت خروجیش هم که گفتیم توی یک خط باشه، به صورت خبری باشه، به صورت خواهشی باشه، به صورت رسمی باشه، به صورت کودکانه باشه. من میخوام امشب یک قصه برای بچم تعریف کنم. متن رسمی باشه، فایل باشه، من میخوام خروجی رو به صورت یک فایل جیسون از شما تحویل بگیرم. اون مدل یا اون مدل زبانی بزرگ به صورت یک فایل اکسل برای من تولید کنه، یک فایل جیسون تولید کنه، یک عکس برای من تولید کنه، یک ویدیو تولید کنه، یا یک نامه 30 خطی تولید کنه، یا کتاب برای من بنویسه. اگه محدودیت داریم بنویسیم. آقا من توی زمان پنجشنبه تا دوشنبه هفته بعدش میتونم بهتون خدمت رسانی کنم. پول نداریم مثلا توی واحد فروش، ما چجوری میتونیم بدون خرج پول مثلا بفروشیم؟ خب شاید هم هوش مصنوعی تونست جواب ما رو بده. تعداد نفرات، من برای کار منابع انسانیم 10 نفر میتونن این کارا رو انجام بدن. به این 10 نفر تسکا رو پخش کن بینشون. بگو که نفر یک با توجه به ابزاری که داره، مثلا من 2 نفر حرفه‌ای توی منابع انسانیم هست و الان توی این تعداد نفراتم که اینجا گفتم میخوام با اینا این مسئله رو حلش کنم. اینجوری شما دیگه خیلی راحت میدونین که وقتی صفحه چت اون هوش مصنوعی براتون باز شد، نباید یه جمله ساده بنویسین. راحت باید 7-8 خط بهش توضیح بدین که من توی چه زمینه‌ایم، چه محدودیت‌هایی دارم، ابزارهای من اینه و این فرمت خروجی رو ازت میخوام. توی این قسمت ما فهمیدیم که پرامپت چیه و چجوری میتونیم ازش برای حل درست مسئله یا به اصطلاح گرفتن خروجی نهایی یا همون پول آبربانک ازش استفاده کنیم.